پیامبر میکنن، یعنی مخالفت شریعت الله میکنن، بترسن، بدانند که بالای آنها یکی یا بلا می آید یا عذاب بزرگ می آید در خود همین دنیا. عاقبتی بر علا از مردم ترسیدن و از الله نترسیدن در همین دنیا هست. آره شاید چند نفر بگویند که تو که مسلمه خارج از وطن هستی اینها برای تو آسان است. به الله قسم اگر داخل وطن می بودم، به الله قسم اگر داخل دانشگاهی وطن می بودم و بالاترین مقام استازی در من می بود، از من می گفتن سطرت را کش، از بحری همون دانشگاه می برآمدم، از بحری همون وطن هم می برآمدم به خاطر قانون الله. چون من یقین به پروردگار دارم کسی به خاطر الله چیزی را ترک کرد الله او را تنها نمیگذارد. چونانه که مهاجرینه که به خاطر الله خانه و در خود را ترک کرده آمدن 1000 بار بهترین زندگی از آنهایی که با خار و ذلت در داخل زندگی دارن بهتر زندگی